کلوب میانی دستاوی هولبوک و حوصلات رو یک جای تماشا خواهیم کرد که بازی دسته در متخصص ایرانی ترک دسته کرد. زیندین رحیموف به حیث سرمربی این دسته تعیین گردید و چگونه خواهد بود. حالا ایتی دسته روی اکران‌های ما و شما پیدا می‌شود که در ادامه من پرنده نیز ما ورزشگاه بخش ارینا را می‌بینیم که پس از تعمیر و بازسازی می‌بینیم که چگونه ورزشگاه یک حسن دیگر، یک شکوه شامتی صداشکش رو بلند می‌کند و بازیگران دسته حوصلات از مرکزی میدان بازی را آغاز می‌کنند. هجوم دسته حوصلات پرتاب به داخل جریمه‌گاه بسیار هم خوب بود از جانب ایبک عبدالغفور. فرصت پیدا می‌شود، ضربه هم زده می‌شود از جانب تیم. پس به فریدون شریفوف فرصت است برای فریدون. اسیو بسونده الونجی سونگ پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه هم اجرا کرده می‌شود و گل. باید متوجه میشیم که چگونه اینجا پس از جانب فریدون به سمت سونده الونجی سونگ داده شد. سونده الونجی سونگ بسیار هم خوب توپ را باقی مونده است تو انجام بازی دوری دهم و اینجا میبینیم که گل دوم نیز اکنون زده میشود به دروازه دسته هولبوک. پیشگامتر میشود و برای هولبوک باشد باز هم مشکل تر میشود تا به بازی برگردد. ببینید که چگونه پس داده شد، چگونه یک امکانی دیگر پیدا می شود برای بازیگران دسته حوصلات. استانداردی برای دسته هولبوک دوباره اجازه میدهد پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصت هم پیدا می شود و میتوسط کنار راست هجومی دسته را اندازی کرده می شود، ضربه مستقیم اجرا کرده می شود، بسیار هم یک ضربه خوب و پالوتر پرتاب به داخل جریمه‌گاه، بسیار هم خوب فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته هولبوک. میبینیم که این دروازه‌بان به مانند اسم خود دلیرانه در دروازه فرصت پیدا می شود برای دسته هولبوک و پالوتر کمادی پرتابی و به داخل جریمه‌گاه و توپ را داشته میگیرد. توپ است پرتابی و به کناری راستی میدان و فرصت برای دسته حوصلات و اینجا برطرف کرده می شود. بسیار هم خوب اسیو به محمد شریف، فرصت هست برای جوزف کمادی، امکانی زدن ضربه هم هست اما بلندتر ضربه را اجرا میکند جوزف کمادی. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصت هست برای دسته هولبوک و مرادوف، فرصت هست برای دسته هولبوک اما موفق نمی شود خیرالدین تورخانوف. فرصت پیدا می شود برای دسته حوصلات، ضربه هم اجرا کرده شد و اینجا پس داده شد. فرصت پیدا می شود برای دسته حوصلات و اینجا چگونه امکانیت را از دست می‌دهد از جانب فریدون شریفوف به او. پس یک کمادی امکانیت است برای دسته حوصلات، ضربه اجرا کرده می شود و گل. ببینید که چگونه اینجا هجوم را اندازی کرده شد. پس گل وربوس هم اینجا ثبت کرده می شود. شریفوف، محمد شریف، فرصت هست برای دسته حوصلات، حالت اینو بازی نیز نیست و اینجا ببینید که اگر همینجا دفاعگری هولبوک این حالت رو برطرف نمیکنه. پرتاب به داخلی جریمه‌گاه بود، جو ضربه مستقیم اجرا کرده شد، حساب 4-0 میشه. تماشابینان عزیز و اینجا خوشحالی میکنن. بیل متوجه میشیم که چگونه اینجا پرتاب اجرا کرده شد و چگونه با اندک رسیش توپ رو فرصت پیدا میشود برای دسته هولبوک. مسرور، ضربه مسرور و اکنون حساب 4-1 میشود. ببینید که چگونه با ضربه مرادوف ضربه او برطرف کرده میشود. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، فرصت هست برای دسته هولبوک. پس کنار چپ هجوم دسته حوصلات ادامه می‌یابد. فرصت هست سونده الونجی سونگ پس داده میشود به رودولف پاتریک و درست ضربه زدن فریدون شریف. بسیار هم سرعتی بلند دارد، امکانیت هست برای بازیگران دسته حوصلات، فرصت هم پیدا میشود در این موقع خالی است بازیگر، ضربه هم زده میشود و گل. اما می‌بینیم که گلی که زد شوکت یاوتم اینجا در حالت نوبازی بوده است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، بسیار هم خوب فرصت پیدا می شود برای دسته هولبوک و گل دوم نیز زده می شود. یعنی بهرومان عظیموف و یعنی مسرور خیامیدینوف، این دو بازیگر هم هست. اینجا خودی دیده می شود در خط دفاعی دسته هولبوک، فرصت پیدا می شود پس داده می شود اینجا با سمت مرادوف. دیدیم که اون رو چگونه با مشکلی برطرف کرده است دلیر عزیزوف. فرصتی دیگر پیدا می شود و چگونه گل زیبا زده می شود از جانب محمد شریفی سعید خورجی. 5-2 این بازیگر دیدار هست. البته اونجا میبینیم که کی
بهترین بازیگری دیدار اعتراف کرده میشود. با 9 امتیاز در زیر 11 موقع میگیرد و این غلبه سوم اوسیلوت محسوب میشود.